بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، اینک با هم درباره سوده بنت زمعه و همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین معلومات میگیریم. سوده بنت زمعه، بیاید ببینیم که پیش از اینکه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند با چه کارها مشغول بودند و کی بودند. سوده یکی از زنهایی هستند که اولین شده همراه شوهر خود به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بودند و شوهرشان سکران پسری عمرو می باشد. سوده وقتی که در مکه خیلی بالای مسلمان ها اذیت و خود آزار مشرکان زیاد می شود، همراه شوهرشان سکران به حبشه هجرت می کنند و در آنجا مدت می مانند. سپس وقتی می شنوند که خیلی زیاده از مشرکان مکه اسلام آورده است و بالای مسلمان ها مشقت ها کمتر شده است و کمتر اذیت می بینند، همراه همسرشان به مکه بر می گردند. ولی وقتی بر می گردند می بینند که مکه همانی هست که آنها ترک کرده بودند. هنوز هم آزار و مشقت ها بالای مسلمان ها هست و هنوز هم مسلمان ها روز از روز از دست مشرکان یکی به هلاکت می رسد، دیگری از گرسنگی می میرد، دیگری باشد در کنج خانه خود را زندانی کرده است. و وقتی که سوده همراه شوهرشان به مکه می آیند، پس از یک مدتی کوتاه شوهرشان سکران وفات می کند. بعد از این سوده خودشان در خانه ای پدرشان که زمعه در آن وقت مشرک بود و برادرشان که هم همراهی پدرشان زندگی میکرد و مشرک بود، با همراهی آنها میمانند. تصور کنید که یک زن و گفته می شود که سن سالشان هم از 60 بالا بود و تقریبا 65 ساله بودند. پس از وفات شوهر همراه پدر و برادر مشرک خود در یک خانه زندگی میکنند و در همین سال، در سال دهم بعثت، خدیجه رضی الله عنها وفات کرده بودند و پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه دخترچه های خرد در خانه تنهاگی پدری میکردند. تنهاگی به تربیه دختران مشغول بودند که یگانه زینب ازدواج کرده بود. بقیه دخترچه ها از رقیه و از ام کلثوم و فاطمه کوچک اینها همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند و این حالت را وقتی خوله بنت حکیم میبینند که یکی از صحابه زنهای پیش قدم میباشند و پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده میگویند: پیامبر الله، من میبینم که شما تنها مانده اید. پس از رفتن خدیجه خیلی تنها گشته اید. پیامبر میگویند: آره، چطور من تنها نمانم وقتی مادر فرزندانم مرد و مربیه خانواده ام مرد؟ در این وقت خوله میگویند: بیایید برای شما یک زنی را خواستگاری کنم تا اینکه به دخترکان شما مادری کند. در همین لحظه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: تو کی را سراغ داری؟ و خوله میگویند: من سوده را میشناسم. سوده دختر زمعه که به نزدیکی شوهرش را از دست داد و در خانه‌ای که پدر و برادرش مشرک است الان دارد زندگی میکند. و اینجا سوده خودشان که عمرشان به 65 رسیده بود هرگز در فکر شوهر کردن نبودند و حتی تصور هم نمیکردند که پیامبر الله، مردی که در آن زمان تمامی مسلمان ها میخواهد حتی یک لحظه باشد هم همراهشان بنشیند، خواستگارشان میشود. در این وقت خوله می آیند و دوگانه سوده که بودند میگویند: سوده، به تو خبری خوش دارم، پیامبر صلی الله علیه و سلم دارد از تو خواستگاری میکند. و سوده میگویند: اگر پیامبر خواستگاری من است پس من راضی هستم. ولی پیامبر میگویند: اگرچه پدرش مشرک باشد هم از پدرت اجازت پرس. سپس در این وقت پدر سوده اجازه می دهند، ولی چون برای زنی مسلمان یک پدر مشرک ولی شده نمی تواند، به جای پدرشان حاطب ابن عمرو که برادر شوهرشان بودند یا گفتیم حیور سوده بودند، سوده را
به پیامبر صلی الله علیه و سلم به زنی میدهند و پیامبر اکرم فدای نامشان که در همون وقت هم اگرچه خودشان تقریبا 50 ساله بودند از خود 15 سال بزرگتر سوده را به زنی میگیرند. و کجا هستند نفران کوری که میگویند محمد یک مرد شهوانی بود، یک مردی بود که با دخترکان جوان ازدواج کرده بود. و اینجا را ببینید که پیشتر هم گفتیم که پیامبر با وجود آن که جوان بودند با خدیجه 40 ساله ازدواج کردند، اینجا هم با وجود آن که خودشان 50 ساله هستند به خاطر اول شده دخترچه هایی که در خانه دارند و برای آنها یک مادر تجربه دار لازم است. دوم به خاطر آنکه سوده بیچاره پدر و برادر مشرک دارد و دیگر ولی مسلمان ندارد و شوهرش فوتید، سوده را ازدواج میکنند و طول 3 سال کامل یگانه با سوده زندگی میکنند و سوده به مدینه هجرت میکنند و پیامبر هم از پس سوده به مدینه می آیند و یگانه بعد از خدیجه زنی هستند که تنها به تنها به یگان زنی دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه پیامبر 3 سال زندگی کردند و به تربیه دختران پیامبر مشغول بودند. و اینجا چیزی دیگری که هست چه خیلی که گفتیم، وقتی که با همراه سوده پیامبر ازدواج کردند، سوده الکی نزدیک به 70 ساله بودند. برای همین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه عایشه ازدواج میکنند و حفصه ازدواج میکنند و زنهای جوان دیگری خود ازدواج میکنند، پیامبر میبینند که سوده خودشان را در نزد آن رقیبان و یا آن همسران دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی کوچک و ذلیل دیده ایستاده اند، چون سن سالشان به 70 یا از 70 بالا شده ایستاده است و دیگر همسران پیامبر خیلی جوان است. پیامبر این را دیده میگویند بهترش من سوده را طلاق دهم تا اینکه خودش را در نزد دیگر همسران من پست حس نکند. ولی سوده این را درک میکنند و وقتی نفر آمده میگوید که شما ادعاتان را انتظار شوید، پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را طلاق داد. و در روایت دیگر که در ترمذی هست گویا نفر خود پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده میگویند من میخواهم تو را طلاق دهم، ولی سوده دست پیامبر را گرفته میگویند شما را به الله قسم میدهم مگر کمبودی دیدید، چرا میخواهید مرا طلاق دهید؟ پیامبر چیزی نمیگویند، ولیکن سوده با آن عقل و ذکاوت خود درک میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر زنهای جوان دارند و سوده هم الکی عمرشان خیلی بالا است. در این وقت سوده میگویند من دیگر به یگان مرد نیاز ندارم، من دیگر سن و سالم بالا شده است، من فقط میخواهم همراه همسران شما در یک صف باشم، همچون امهات المؤمنین، مادر مؤمنان، همسر محمد صلی الله علیه و سلم با شرف باشم. برای همین همان روز شبی که به نزد من می آید من آن را به عایشه هدیه کردم. به جای به نزد من آمدن شما می توانید به نزد عایشه روید، اما مرا طلاق ندهید. انا در همین جا همین آیت 128 سوره نساء نازل می شود، آیتی که الله می گوید لا جناح علیهما ان یصلح بینهما صلحا و صلح خیر. وقتی که زن می ترسد که شوهرش دیگر به او مهربانی کرده نمی تواند، شوهرش دیگر با او خوب خیز کرده نمی تواند، چون زن خیلی سن سالش بالا است و یا عیب دیگر دارد، اینجا می توانند زن و شوهر با هم صلح کنند. زن به شوهرش بگوید که شما می توانید به من نزدیک نشوید، شما می توانید همراه همسران دیگرتان باشید، ولی من در جمله همسران شما بمانم. در این باره حدیث در بخاری هم هست، در مسلم هم هست که خود حضرت عایشه میگویند خودی برای من سوده که یک شب و یک روزش را داده بود، به جای آنکه در نزد من هم یک روز پیامبر بایستند، برابر یک روز در نزد همسران دیگرشان ایستادند، در نزد من 2 روز می ایستادند. ولیکن با آنکه سن سال سوده بالا بود و در سیرتشان آمدگی هست که زنی بزرگ جثه و
قد و قامت بلند داشتند و فربه هم بودند، حضرت عایشه میگویند یگانه زنی که من میخواهم مثلش باشم این سوده است، زیرا هم در جدیت هم در قوت و در شجاعت مثل او را ندیدم. و در یکی از کتاب های تاریخ آمده است که به جز این که سوده خودشان یک زنی بودند که سن و سالشان از پیامبر بالاتر بود، زنی هزلکش بودند، با پیامبر صلی الله علیه و سلم شوخی کردن را دوست می داشتند. گاه پیش پیامبر راه می رفتند تا اینکه پیامبر خنده کنند و گاه می گفتند که پیامبر الله وقتی شما نماز می خوانید و من اقتدا می کنم آنقدر در رکوع طولانی می ایستید که من می ترسم که از بینی هایم خون بیاید و با دستانم بینیم را می دارم. و در حدیث دیگر آمده است که حضرت عایشه می گویند بار به خانه من سوده مهمان شده بودند و پیامبر هم بودند. من به نزد سوده کاسه شوربایی را آوردم و گفتم از شوربا بخور. سوده گفت که من نمیخورم. من گفتم یا میخوری یا شوربا را به چهره ات میمالم. و وقتی نخورد من با دستانم شوربا را گرفتم و به چهره سوده مالیدم. پیامبر باشند مابین من و سوده ایستادند و با پایهایشان مرا داشتند، یعنی گویا سوده را حمایت کردند و گفتند سوده تو هم اکنون به چهره عایشه از این شوربا بمال، که هر دو به چهره هم دیگر از شوربا میمالیدیم و همه با هم خنده میکردیم. و جز اینکه سوده خودشان از پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگتر بودند، اینجا را ببینیم که با ذکاوت خود، با عقل خود، با آن که پیامبر را خیلی دوست می داشتند، گفتند برای من حتمی نیست که هر شب به نزد من بیایید یا در یک هفته یک بار به نزد من بیایید. من عمرم الکی بالا شده است، الکی من چی و مرد چی، من فقط می خواهم همسر شما باقی مانم. و در روایت آمده است که یکی از زنهای بودند که خیلی با سخاوت بودند. بار حضرت عمر در یک سبد به سوده تنگه های طلا می فرستند. سوده باشد میگویند مثل خرما در یک سبد به من تنگه آمده است، کم بغلان را جمع کنید و در یک لحظه تمامی آن سبد را با دادن و صدقه کردن خالی میکنند و میگویند این یک مثل خرمای هست، یک مال دنیایی هست که این را باید صدقه کنیم و از آن خلاص شویم. و یکی از وفاداری دیگری سوده در آن بود که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بودند همراه پیامبر به حج و عمره رفته بودند و دربارهشان در این باره هم حدیث ها زیاد است. و بعد از وفات پیامبر از خانه بیرون نمی برایند و میگویند الله به ما گفته است که همسران پیامبر شما در خانه های خود قرار گیرید. من پس از وفات پیامبر به جای نمی روم، نه به حج نه به عمره، چون من حجم را و هم عمره ام را کرده ام و در زمان خلافت عمر نزدیک به 100 ساله شده وفات میکنند. الله از سوده هم راضی باشد، از دیگر همسران پیامبر هم راضی باشد. در برنامه دیگر یا در حلقه های دیگر با دیگر همسران پیامبر با هم شناس می شویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.